سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ولاگ من. رفیق 15 سالم اینجاست آقا. سلام بچه‌ها، متینم، خوش اومدین به ولاگ ما. سلام، اسمش سعیده. کار به دم سک برن روش میگم من چه داشت بلن روی آسفالت الگانس بیم داره دافه اسم من به بچه ها بگو براشون چی آوردیم. متین به بچه ها بگو براشون چی آوردیم. گفتم یه ذره با انرژی تر بگو. مثلا الان کات میخوره. چی آوردیم؟ تور برای ماهیگیری آوردیم. یه ذره مثلا توره رو ببر پایین. تور نه، یه ذره پر انرژی. تور آوردیم اینجوری. یه واسه. نه وایسا، یه دقیقه وایسا. وایسا. ببین یه قلق داره. خب خیلی هیچ قلقی نه. بی‌لزه. تو بیا کمکش. نه وایسا. آها الان درست شد. نه فتومت. آقا ما یه تصمیم گرفتیم. خب گفتیم به جای اینکه بیای ماهی‌ها رو بگیریم یه ذره از اول همین از اول. آقا ما یه تصمیمی گرفتیم. خب قرار شد ماهی نگیریم. به خاطر تصمیم وقت خودش گرفت. به خاطر اینکه تصمیم یه چیزیه که 3 نفر یا 4 نفر یه عقیده رو داشته باشن. آقا مگه شما هم نگفتی ماهی نگیریم؟ بگیریم یا نه؟ بگیریم. درود بر شما خودش. بابا نکنین دیگه، گناه داره طبیعی. آخه تو یه لحظه بیا اینجا، یه دقیقه بیا اینجا. به خدا ماهی نداره. اسم منم باید با کفشا می اومدیم. خدای پام در اومد. بیا عیب نداره، بیا. ماهی می‌خواستی دیگه؟ ها؟ ماهی می‌خواستی دیگه؟ ماهی بری چیز آها الان گرفتم. باید ما این توره به صورت دورانی جمع می‌کردیم، بعد پرتابش می‌کردیم. نگاه الان درسته دیگه تو. نه دیگه الان ماهی نمیگیریم، چون الان ما بریم ماهی‌ها فرار میکنن. تو آب چیزای خطرناک نداره که. چرا؟ او تنابش الان آب بردش. داداش اونم با چه جمعش کنیم؟ با حداقل بیخواسته. ببین ما باید تنابو میگرفت. داداش تناب میگیری؟ آو نجا جوړه مرسی بدش دست او عقب مونده. ببین تا صبح به قرآن تا صبح اینجا وایسی ماهی گیره ما نمیاد. ما الان اینجاییم که نمیاد. ما باید بریم بیرون. بعد ما بریم میان. آقا یه 2-3 ساعت بذارش که این افتا جوره هرچی میگی. افتا چی؟ تکان خوردن. جور. اگه نه افتا جور به قرآن ماهی پیدا نمی‌کنیم. خب بیا یه بار دیگه. از چت جی پی تی کمک گرفت. استاد متین. توره رو رفتیم اونجا گذاشتیم که ماهی بیاد زیرش. خب هیچ ماهی اینقدر اسکل نیست که بیاد بره زیر اون توری که تو انداختی وایس. آفرین بزن قدش. گرفتی اونو گرفتی. خیلی خوب. جمع ترمز. ای اوکی بیا. نه آب رفت تو چشه؟ آخه اب نداره، بزرگ میشه یادت میره. بیا بوستون هم خوب بشی. بیا نه ولش.
مهدی برامون چوب آورده. خب اول بذار اینو بگم، ما رسیدیم اینجا ماهی که نتونستیم بگیریم، اون از اون. خب داش استاد ماهیگیریمون یه آتیشی بردان روشن بکنه به قرآن، یعنی ببین به قرآن آتیش هم دیگه کنسل شد، دیگه آتیش هم کنسل شد. آره ما رسیدیم اینجا نتونستیم دیگه ماهی بگیریم، ولی خب رفتیم سوسیس و اینا یه 3-4 تا وسیله گرفتیم بیایم اینجا یه آتیش روشن کنیم. مهدی هم بهمون پیوست. مهدی یه سلام بده به دوربین. یه فندک رفیقا جان فندک برای آتیش جان فندک چیه؟ فندکو فندک ندارم من فندک. تو ماشینه برو بردار. آقا ویو رو ببین، قرار امشب اینجا بخوابیم. قرار بود بخوابیم دیگه. کی گفته؟ قرار بود بخوابیم. مهدی رفیقمون این بازی رو بهمون آموزید. مهدی رو بگیر یه لحظه. این آقا معرفی کرد. معرف این بازی مهدیه. خب میگه الکل بریزی روی این میوه کاج. خب چقدر بریزم؟ کم بریزم؟ خودش بریزه. بیا خود بریز. آره. آها اونجوری. اصلش اونجوریه. فندکه رو بده. یا بابا فندک نیافته. آقا ما کلی وقت تلف کردیم متاسفانه، حافظه دوربین پر شده بود. بعد حالا با یه سری داستانای مختلف امکانات کمه. آره واقعا یه اوتیجی پیدا کردیم، ما فایلای فیلما رو انتقال دادیم تو گوشی. الان هوا شب شده، یعنی اصلا قرار نبود تا این ساعت وایسیم. الان سر این میز آشپز نشسته، باریستا اینجاست. من قرار درست می‌کنم. دقیقاً من یه ذره بی فرهنگم متاسفم. بذارشون اینجا بمیندازمش. یه خورده فقط. یه دانه چاقو داریم؟ صدا گربه‌ها رو میشنوین اینجا؟ این دور تا دور ما اینجا گربه است. الان دور مشکل ندارم. نه داداش این شهر حقیقتا منظورش اینه ترسیده. آره اگه اینجا بو یکم خورد ترسیده. داشت میگه داداش اون چاقو یه لحظه میدی ببخش. تاریکه. همه جا اینجا تاریک. ببین ظلماته. بعد هیچ کی اینجا نیست. یعنی تو فاصله 5 کیلومتری ما هیچ کی اینجا نیست. نه دیگه زر نزن، 5 کیلومتری شهر داریم اونجا. این چی بود گفتی؟ طبق گفته منابع مردی آره. اینجا شبا جن داره. از وراق ماهیگیری آره بریم به جنگیری. واقعا الان پتانسیلشو داره. البته بیشتر الان تو حالتی هستم که جن ما رو بگیره تا ما جن رو بگیریم. داداش برو تو رو قرآن برو، ما ترسیدیم. بذار تا من اینه بهش اونا بدم. چرا؟ داداش آقا یه لحظه تصور کن. خب یه لحظه تصور کن همینجا که نشستیم واقعا جای بکریا. یعنی حالا شما احتمالاً تصویر روز هم دیدین. اون که دقیقاً شب نه، تصویر روز رو احتمالاً دیدین. خب خیلی جای خفنیه. 20 ستون کرمانشاه اینجا. اول اینو بگم یه درختای خیلی زیادی داره که تو روز اصلا شبیه این چیزی که الان تو شب هست نیست. واقعا ما اولین بار خودمون شب داشتی میگفت خب اولین بار تو شب داداش اولین باره که ما شب میایم اینجا. واقعا من اصلا خودم شبا اینجا نبودم. خب این صداهایی هم که داریم میشنویم صدای گربه است. یه صداهای دیگه داره از اون ور میاد که معلوم نیست صدای چیه. واقعا ترسناکه. میشنوی صدا رو؟ آره. یا خدا جلو رو نگاه بکن، هیچی معلوم نیست. بعد مخصوصا وقتی نور روشنه دیگه اصلا کلا کنارت نمیبینی. ببین اصلا فکر نکنین که مثلا شما دارین اینجا رو تاریک میبینید. دقیقاً واقعا اینجا تاریکه. خب بعد اینجا آقا سعید داره زحمت میکشه سوسیسا رو برامون اوکی میکنه، میدونی؟ ما هم داریم اینجا زحمت میکنیم. آره متین هم داره آتیش روشن میکنه.
خب خوبه حداقل. دیشتین دیرندین اوه قشنگ بود. عالی. حالا فکر کنم مثلا یکی جواب صدامون پس داده. درسیدیم بس اینه